بیا خیلی بخونی مکنی؟ دادمونم بخونیم وقتی من فقط خیلی خونده که من بچه جان آخه در خاک پاسد که بخو بچه هم خانتی بخوری خشو بخوری؟ آکه گفتم طلع بخوری و کردیم حقا توسط گایچ نمیتون کچکر جان چای تا بخو چای برد اکا چای بخونم دادم که چای بته چای از اوچم بیادم؟ یا دادم اینکه اوچم بیایا خیلی برد آنم خیلی خوب بیچتا گفته برد گورو بته برد تیز مرغ را دونم بته تیز که عجایب کم میشه بریم مرغ تا بته آخه کجا میاد اینجا پا مردک تینجیای کوچکار گیره کرده شیشته چوکده آخه کوچکاری که در اینجا شیشته دادن خیلی دادن نمیمونه کتاب ما بخونم ایش در شیشته یه برزگا وری نمیخزده گم شده خرشو بته مردک همین قصر سال زندگی کردیم یک بار مرد یگان جا نه تماشام بردی نه دمگیریم بردی زنه تبای؟ عجایب گپ بزنی تو در خونه 20 میلیون معده داری 50 تا مرغ داری سگ داری خر داری گاو داری و 7 تا فرزند داری که یارو در کجا میمونی که میخیج میرن مرغا منکتی گاو خونه یه همسایده میمونیم خر از من خونه یه همسایده 4 گودک خونه اوچه تدا میمونم 3 گودک خونه اوچه خودم میمونم میری دمگیری زنه تن کورای داشت میبرو ها چی اگر دمی؟ بخوای مرغ رو قیب بزن خونه یه همسایده بتی گاو رو قد سگ خونه یه همسایده گودک رو بر خونه اوچه تا خونه اوچه بده تقسیم کن خونه تینج میشه بینیم که دم میگیری